خاطر کریپر دست دادم. نه امکان نداره. آرد کنم به خاطر کریپر 2 تا کریپر از دست دادم. چرا؟ من همچین آدمی نبودم که با 2 تا کریپر بمیرم. من اینطوری نبودم. نه چرا من در مقابل 2 تا کریپر بمیرم؟ نه 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 اصلا نه. چرا من باید 2 تا کریپر توی هاردکورم بمیرم؟ چرا چرا اینطوری بستم؟ آره امروز اومدیم با هم دیگه از کریپر انتقام بگیریم. دوستان اومدیم کریپر رو شکنجه کنیم. شکنجه صورتش ببینم اما شکنجه اصلی نبود. شکنجه اصلی یه وایسا. خب به کریپر منظورش اسم بزنمش راه برو. نه برای این رو تغییر کنم. برای اسم که منظور سرعت بندازیم سریع میشه. چقدر زیاد سریع میشه نگاه کنید. منظور سرعت بندازیم او خیلی سریع اما اسمی که منظور داره اما اسمی نبودی خیلی باحال نمیاد. و الان من اینجا اگه دقت کنید 2 دقیقه و 35 ثانیه است دارم رکورد کنم و این تازه 0 و حالا ما قرار 100 روز بمونیم توی این مپ. قراره 100 روز توی یه مپ کوچولو بمونیم و حالا این پر شد تا من اینو گرفتم و حالا اومدیم سراغ مود. این چیه؟ یه پاکت. نه پاکت اونا که پاکت رو میشناسن فکر نکنید من اونو میگم، چون منم طرفدار پاکت هستم که امروز فیسیویل کرده. پاکت نباید فیسیویل کردی اینها بگن تو نباید فیسیویل میکردی یا در توی نقاشی توی ماینکرافت بکشیم بیا آها اینو بزنیم. خب بریم سراغ مود. شما اگه وارد بازی میشیم مودم تو کانال تلگرامم براتون میذارم. اسمشم توی اسم این ویدیو هست. کامل اسم این ویدیو توی اسم این ویدیو هست و اینجا شاید که نمیخواد این از دوزیات این با خبر بشید و اگه خارج بلد باشید برید، چون خارج بلد باشید بهتون توضیح میدم. اما اگه خارجی بلد باشید بیاد تا آخر من بهتون توضیح بدم. خب اینو باز کنید. این کافی شاپش یعنی چی؟ یعنی شاپش این با این عوض میشه و با امرالد میتونی اینها رو بخری که ما خودمون داریم. ما اینو خریدیم. اوکی این ماشین رو خریدیم. ببینید ماشینش خوبه ماشیناش و این که کیفیت داره و نگاه کن دریفت و نگاه
سرعتتون خیلی زیاد باشه. اینو بیارید روی سر اینطوری که سرعتتون یه جوری میشه که آخر ویدیو هم یه چیزی باید کنتون بسونم که یه جوری میشه که ماب بهش برخورد کنه میمیره. من نمیخوام این رو بکشم هم بهشون برخورد نمیکنه، اما فکر نکنم برخورد کنه بمیره و خیلی باحاله. اگه اینطوری گاز بدی میتونی راحت دریفت خوشگل بزنید و راهنما داره. راهنما رو بزنید اینطوری به چرخی راهنما خاموش میشه و حتی بوق هم داره. راهنمای این برم ببینید و حالا اینو بهتون نگفتم، یه چیزی باحالو بهتون نگفتم که اینو حتما باید بهتون بگم. اینجا رو نگاه، شما کریتیو باشین لامبورگینی همه ماشینا رو دارین و لامبورگینیش خود بعد میتونم لامبورگینیش رو و ماشین اصلیش اینه که زیاد سرعتش خیلیه. اینو استفاده نکن چون سرعتش اینقدر زیاده میخورد به دیوار و نمیتونید که ببینید. اما ما میخوام اینو سرعتش رو بیشتر کنیم و آهنگ بذاریم و باهاش بریم. من آهنگ میذارم و میریم. چرا قوام روشن؟ اوکی اینطوری الان زیر ماشین نور میاد و میدونید اینو بزنید اینجا ماشین درست میشه. دوبار نزنید ماشین خراب. حالا اومدم توی این یکی ماشین میترسم خیلی سرعتش زیاده. اینو زدم آهنگ موسیقی و شوشو زبطی رو گذاشتم و آماده که شد میتونید رانندگی کنید. اینو تنظیماتش که هیچی خارجی نیست. برای شما کس بیشتر میشه چون چیز این بالا مسابقه این بالا مسابقه به چه دردی میخوره؟ دوست داشته برای سوال باشه. این بالها به این درد میخوره که شما سرعتتون رو زیاد میکنه، یعنی باد میزنه انجام که بره میره بالا و اگر باد از بالا بره سرعتتون بیشتر میشه و میتونید بهتر و سریعتر بره. در من اگه سرعتم بیشتر بشه هیچی به نمیرسه. من فکر میکنم موسیقی هر بدون موسیقی شما خوشی کنید. جذاب ماجرا که به شما میخوام بگم اینه که اولا راه صاف میریم. بله شما بگین این چیه؟ خودتون میفهمید، خودتون الان ها میفهمید. بکنید تا الان فهمیدین دیگه. آره زمین مسابقه تازه این بهترم دارید. شما مودو بریزید برید مودو چیز کنید میفهمید. تازه این بهتر دارید. من حالا ترمینش آوردم برای چیز شد این صافتر مسیرش. آره این صافتر مسیرش شبیه این قد پیش صافی بقیه از قراره چی باشه. من وسطتون ببینید من بیادیم خودم خودتون رو بگیرم فقط این اینجا این طور بسی ساخته باید این کار بکنید تا ساخته بشه. دوستان کامل بمیشه
شما رو میاره اینجا تا شما بتونید از مسیر مسابقه برید و اگه ماشین دارید رو زمین بسازید که ماشینتون اگه گذاشت ماشینتون رو زمین بسازید چون ماشینتون رو بتونید بیارید دیگه. آره مثل من که رو زمین ساختم وقتی ماشین داشتم ماشین خوب نگرفتم چون باید وضع خوب باشه من خوبه نگاه این خط شروعی که با دوستاتون بیاد اینجا وایسید و مسابقه رو شروع بکنید. یه فشار بدید توی زمین صاف یه فشار بدید اینجا شقتتون رو بره بالا توی زمین صاف فقط فشار بدید که اینو توی زمین هایی که اینطوری هست پیس پیسی رو بکنید فشار بدید اگر که برای این کار نکنید فشار بدید که خیلی ایزی بدید. و هر کاری زنت بشه بیاد اینجا اینطوری بزنه اینجا بیاد برم دستمون خیلی بده خیلی با سرعت زیاده و این رو بوده این ویدیو و برم خود با این باشی خوش بگذرونم.